از چند روز قبل از عمل از مصرف مشروبات الکلی پرهیز کنید. از یک روز قبل از عمل غذاهای چرب، تخم مرغ، سیر و پیاز میل نکنید. در صورتی که آمپول ویتامین K1 برای شما تجویز شده است، آمپول را بین 18 تا 24 ساعت قبل از عمل تزریق کنید. مواد غذایی ترمیم کننده و خونساز جهت استفاده بعد از عمل تهیه بفرمایید. مواد غذایی مثل آناناس، عسل، لیمو ترش، جگر یا گوشت تا 2 هفته بعد از عمل پیوند مو از بلند کردن وسایل سنگین اجتناب کنید. در صورتی که عمل جراحی عمومی و یا وقت دندان پزشکی دارید، بهتره که زمان عمل پیوند مو رو بعد از اونها برنامه ریزی کنید. در صورتی که بعد از عمل دچار ورم شدید نگران نباشید. ورم‌ها ظرف گذشت چند روز از بین میرن. بلافاصله بعد از عمل پیوند مو هنوز اثر داروی بی‌حسی روی سر شماست. پس بیشتر دقت کنید سرتون جایی نخوره، چون متوجه قدرت ضربه و آسیب به گرافت ها نمیشید. سرتون جایی نخوره. سفر کردن 1 روز بعد از عمل پیوند مو بلا مانع می باشد.